حاشیه‌های من. حالا همزنامونو به صورت دایره‌وار بچرخونیم. گندم جونم بچرخون. قرش بده و قرش بده. پیچ تا به خوشگلش بده. قرش بده و کیکشو پخته داره. حالا چیکار میکنی؟ داره چاله هاشو پر میکنه. البته اینو تو مایکروفر پخته، به خاطر هم یه خورده سفته. قشنگ شبیه اسفنج شده. آره انگار اسفنج. بار اسفنجیه. الان چته اینقدر مامان ناراحتی؟ آخه همش قربون بیجی میری. خب یکی همون قربون من بود. اینم گندمتون داره عروسک بازی میکنه. حرفم نمیزنه. گندم مامان، خانم گندم کلن جو گرفته. امروز با هیچکی حرف نمیزنه، فقط میخواد با خودش بازی کنه، کارتون نگاه کنه، حالی نداره با ما. اینم بازیاشه. چه مدل بازیه؟ گندم به سلامتی دل خوش استارت کارهای هنری گنده کاریشو اینجا هم زد و بله جانم استارتشو زدی دیگه عزیزم. بله. خب چرا برای من خوب نمیشه؟ چون که تو مریض شدی از من گرفتی. خب میدونم تو خوب شدی، تو یه ذره گلوت سوخت، من خیلی میسوزه. میدونی چرا؟ من تو آخه مامان اینه آخه. آها مامان مریضی منو گرفته؟ آره. آها کنم خوب میشه. اگه 10 تا بری زیر پتو بخوابی اون موقع مامانش میاد بیرون. 10 بار اگه زیر پتو بخوابم مامانش دیگه میاد بیرون از بدنم؟ خودش چی؟ خود کی؟ خود ویروسه. اون باید بیشتر. آها. اون میدون چند بار؟ 20 بار. 20 بار باید زیر مواد رو استفاده کردم. گندم ببینم مامان، میشه ببینم شما رو تیپتون رو؟ گندم چی کار میکنی مامان؟ بسه خانوم. نه بابا چی کار داری میکنی مامان جانم؟